در جنوب ترکیه و شمال سوریه عملیات نجات هزارها نفر از زیر ویرانه‌های زمین‌لرزه ششم فوریه ادامه دارد. طبق گزارشی که صبح روز سه‌شنبه نشر شد، شمار قربانی‌های زمین‌لرزه برابر با 7.8 درجه از 5000 نفر بیشتر شده است. شهروند تاجیکستان سرویناز از کوچک که با شوهر و دو فرزندش در شهر غازیانتپ به سر میبرد، شب زمین‌لرزه را به یاد آورده گفت که وقت فرزندان را گرفته میخواست بیرون برآید، شکست و ریخت منزلشون شروع شد. لیفت غلطی دای خونی کودکان شکاف همه چی غلطی چپشید спальни چپا نشیده ما برو آمدیم کاریدور بودیم درده دهنی درده یگانچ میشه نمیشه یک دقیقه 58 ثانیه دوام کرد. صرف نظر از فراهم بودن مکان امن و گرم، اهل ولایت سرویناز به پناهگاه دولتی نرفتند، زیرا به قول سرویناز بگذار آنجا مردم واقعا نیازمند جای داده شود. دولت یاردم میکنه، سراز دولت آمدن مثال یاردم کردن، دیال اوقات گرم همه چی یاردم میکنه. فقط هوا خنکه، برف باران تماما بس نکرده دو روز. در برین زندگی کردستیم راه محکمه بنزین و یا اوچرتا بنزین گرفته نمیتونه. کشورهای عالم گروه‌های نجات را برای کمک به مردم آفت‌زده فرستادند، ولی از سبب ادامه تکان‌های زمین که خطر فروریزی بناها را افزایش داده است، سرعت عملیات نجات سست میباشد. مقامداران ترک میگویند در ولایت حتی 1500 بنا فرو ریخت و مردم زیادی در زیر ویرانه‌ها باقی مانده است، ولی تاکنون کدام گروهی برای نجات آنها نرسیده است. دو جیانم در این ویرانه بند ماندند. این بنا دیروز تخمینا ساعت 2 بعد از ظهر فرو ریخت. احتمال صدها نفر در همین گونه بناها بند ماندند. آنها اجازت نمیدهند که ما خودسرانه عملیات نجات پیش بریم، ولی تا حال دولت هم کسی را برای کمک به آنها نفرستاده است. شماری از ساکنان مناطق آفت‌زده شب گذشته را در تالارهای ورزشی و دیگران باشد در زیر برف و باران در کوچه سپری نمودند. طبق آمار رسمی ترکیه که صبح سه‌شنبه دسترس شد، در 10 ولایت این کشور کمش 3419 نفر فوتیده، بیش از 16000 کسی دیگر جراحت برداشت. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به یاد قربانی‌های زمین‌لرزه 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. بر پایه معلومات از حکومت سوریه و گروه‌های آشوبگران که شمال سوریه را زیر تصرف قرار دادند، زمین لرزه یک روز پیش حیات کمش 1444 نفر را از بین برد و بیش از 3500 کسی دیگر در این حادثه زخم برداشته است. با مرور زمان شانس پیدا کردن افراد زنده در زیر ویرانه ها کمتر می شود، ولی گروه نجات در شهر جندریس سوریه نورسی را از زیر ویرانه ها بیرون کشید. خليه يريح خليه يريح ايديك بدي لورا على راسك من ورا على راسك ساعدني على راسك يا هارون ساعدني يلا هارون يلا يلا ساعدني لا تسحب راسك ساعدني يلا طول بالك لا تسيب حد در همین حال وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در نتیجه زمین لرزه در ترکیه یک شهروند این کشور جان باخته است. همچنین 4 شهروند دیگری ازبکستان بی‌درک میباشند. منبع افزوده است که جستجوی آنها تا کنون ادامه دارد.